اینه برادر عزیز کابگورم با خف کردیم نوارش بگیریم. او بالاتر غم داد، یک بخشا غم داد. در اول نوار دیدی یا تنید تبدن میگرده شکار داره کابگو با جوشتگی بزر بدیم یک کابگو نمیجان در پیشم نترسنیم شو کی نگریزن رفتن بالا. اخیرش که پیداش کردیم ده یک آواز کابش مونده بود دیگه بکنیم چکار میکنن گرخته سن آواز کابو حرکت کردیم که پریدن. اینوش جان ها ترسیدن ناو دیدن ما را. پنج تا پرید، سه تا چهار تا پنج تا شش تا یه جای ما ترسیدن. حالا خوب درکشان نیفته سکنی بر وقت ما در شبیده بود شو. 「 ای ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー ! ー !
کب در حقیقت پرنده خشروای. یا تدگرش پویم دستی ساختر سگه نگو در سرش توقی داره جوش کردیم او بولو رفت انا فرد اینه بچه ها وغری کردیم با رمای کاوگو این در همین درنو میدارن و جو میشوند ولی بوشا گومای بوشا بالاتر بود اون خوب ده توقع بیا خوبی بگیم کلمر قطعیه خوبی سیاه مانند های گریختن رفتن کاوگو ایالا او طرف شدن از میرم بالاتر اگر با قبشون کنم یک با فکر میگریزن میروند با قبش کنم باز یا تماشاشو میکنیم یک با قبش که نکردم خیر همین خیلی گفتم بچه ها که کاوگوره یه مرحمت کاوگوره هم بخب کردیم تماشا کنی برادر عزیز مگر هم پرنده هست که بزنی بپرنی بکشی بخریش برای از ذوق بکش بخور یا خوبه یا بوشره یا غلبره هم آوازی خشو داره هم خودش بازی بای هم گوشتی کم داره یا گوشت هم با مزه های نسبت دیگر پرنده ها با هر حال هم خیلی کمتر روایت کردن در کار طبقی قانون بعضی قانون باید رعایت کنه شکارش کمتر یا کی هست گفته بودیم در نوارهای پیشینه یکم خیلی که زیادتر شود به هر حال همین هم کم شده است مردم کنسولو میگن که یاد داریم که در خوام میومدن در اقلام میستادن در بالای خونه میستادن شونی وزیر طریقه پول نیست نمیان به نزدیکی خونه نمیان او نه میدونیم یا که این خدوره مونم این جان کاوگو ما را دیده گریخته استن نرمادگی شمیش ناسی بچه ها یو را خیر دادن در کار یو را نگهبین کردن در کار آواز شما دیست است بردارا کاوگو هم بروند ما میخوامه میریم در جای ما خوبیش هم یکی شکارچه بسیارن شکار میکنن کاوگوشه میکنن یکی خوبیش هم یکی در زمستان شکار نمیکنن هیچ کس شاید یک تا نیم تا شما وقتی برف میباره بعضی همون جوان ها میروند هست یکان چی خوردن یکی نه چی میکنن در برف میروند سر میکنن میخپن با دست همین خیلی که یک جور سیاه بکنی چپرک مونی خر بپرتوی تر یپون نیست درجا ایشم خوبه که خیلی یپون نیست دیگه جو در سرسر یولای کوهی که کاوگو میگذارن یا یولا رو بگیم هم بولو تو هم پوینا همشه چپرک خوب میکنه خر میپرتوه خیلی شپا خوب میکنه کلکش میگن چی میگن خیلی خوب میکنه نه باشه در نجا 100 تا 300 تا خوب میکنه وقتی کاوگو اومدن گذاشتن میزنن در همو قبچه کاوگو میگیرن مادن هم جشتن اخی هر چیز تو یگان حرکت نکنه برادر جوابگری خیلی داره خداوند طبیعت هر چیزی که در طبیعت از دنیا را آفریده است برای انسان نه که انسان بگیم که طبیعت درخت
چور فرش حیوان مثل حیوانات دیگر دیگر همه چیز آفریدگی برای انسان نه که نسبت سنگ خور درخت حیوان دیگر ها جان بسیار انسان چی داده است عقل داده است فراست داده است عقل داده است که عقل تا کار فرام نه که من برای دادم همین کاغا بزن بکش خوردن نه هر یک چیز راه داره رژیم داره همین را کم کم نگاه کردن در کار لیکن ما نگاه نمیکنیم 6 تا 7 تا بسیاری ها نگاه نمیکنن همین کاغا با خواب کرد گوشت با خواب کرد هر نداره یا که نقشه کار را گو میره باش کار نقشه را اینا اگر خارجی را بیم خارجی میروند نشکار در همین جا در توریستان هم میان شکار میروند 2 روز 3 روز 4 روز در که میسته جدو میکنه تکه میزنه جدو میکنه میزنه در ما شکار رفتی شلپر شدی جون نیست قوت نیست رفت شلپر شدی اگر کش برماد بزای گوای خرای مودای نرای فرق نداره بزنش گرد در سر اوکی بزنش هم گوشت باشه یکی دیگه تراشن نگه نگه نمیشم برادرو های به گناه خودمون های باز سطح زندگی مویان در پستر های اینترنت های زیاد نداریم مثلا گوشت بگو گوشت 50 سومن بالا های 50 سومن بالا که باشه بخیزی های همه جا یک همون بگیری یک شکرچه بگیری قطیب برای پشتا 2 روز در پشتا بیستی یک تنه چی فرق نداره نه مدت 2 تا بزنی از اونجا نگیری گوشت توقع بگیری خیلی اینه بگیم که به حساب میونه 20 کیلو گوشت پش میکنی 20 کیلو گوشت خودش 1000 سومن با کمی شد در 2 روز 1000 سومن اخر خطا بکشی کار قدی کار کرده نمیتونی در اینجا انا برای همه اگر که گوشت ارزان باشه نقشی رو زنده میمونن حیوانات دینادیر بسیار میشه مردم خرسا را خورده استن خوگا را خورده استن های برادران بسیار گفتیم به هر حال هر یک فرد باید در پیش خود قانون بگذاره بگه که من باید همین کار را بکنم من باید این کار را نکنم باید این کار فایده آوره برای من این کار فایده آوره برای طبیعت این کار ضرر داره برای طبیعت این کار برای همون هر یک چیز هر یک درخت بردگی هر یک نوده شکستگی جوابگاری داره برای همین برادران نگاه کردن در کار و روند طبیعت ویران کردن نیست در کار نیست ویران کردن در کار نیست این هم خیلی برادر عزیز سلامت باشه زنده باشه در امان الله اگر ای نوارهای ما کمترم بهره برده باشید ما از زمین تا آسمان خرسند تا بازدید